تمرین ریز. برای تمرین کردن ریز هم ما میتونیم خودمون در منزل راست و چپ ها رو در سیم های اول، سیم دوم و سیم مجموعه آخر تمرین کنیم. یعنی که بیایم کل سیم ها رو بگیریم و کل سیم ها رو بزنیم تا این حرکت مچمون هم درست بشه. و یا این تمرینی هست که با مترونوم انجام خواهیم داد. در نظر داشته باشیم که ما در ریز هم میتونیم دست رو محکم بگیریم، مضرب محکم بگیریم، ریزمون کمی خشن‌تر خواهد بود، البته منظم‌تر. میتونیم هم مضرب خیلی نرم و لطیف بگیریم، مضرب بازی کنه در دست. در تمرین با تیونر ما میتونیم دو حالت عمل کنیم. یکی بیایم صدای تیونر رو ضبط کنیم و پیوسته سرعت تیونر رو بالا ببریم. بعد بیایم با این ضبط شده شروع کنیم تمرین کردن. که خوبی این حالت اینه که ما میتونیم با دست چپ پرده ها رو بگیریم و در قسمت های پایین که سیمز کمی سفت‌تر میشه هم تمرین بکنیم. اما اگر این امکان فراهم نبود میتونیم روی دست باز تمرین رو شکل بدیم با مترونوم. مترونوم رو از سرعت 50 شروع میکنیم و به تدریج سرعت رو با این دست بالا میبریم. هر تقه برابر با 4 تا نوت خواهد بود که به صورت راست چپ نواخته میشه. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. به تدریج تون میکنیم. مثلا ما تو سرعت 170 رو بالا بردیم.